گزارشی از کشورمان. زنبور با شهد و زهرش صنعتی است جهانی و زنبورداری صنعتی رو به رشد در ایران و بعد از ترکیه، هند و چین رتبه 4 جهان رو دارد. اردیبهشت ماه زمانی است برای سرمستی زنبورها و آغاز شیرین‌ترین نوع تولید در ایران. من از کرج اومدم، با خانواده اومدیم اینجا زنبورداری میکنیم. نزدیک به 100 تا کلونی زنبور عسل دارم. تولید عسل ایران در سال گذشته 112,000 تن بود. تمام استانهای کشور کم و بیش در این چرخه تولید سهم دارند، اما آذربایجان غربی همچنان در صدر کشور. استان ما با داشتن بیش از 1,350,000 کلونی زنبور عسل و با تولید بیش از 22,000 تن مقام نخست را در سطح کشور هم از نظر تولید هم از نظر تعداد کلونی به خود اختصاص داده است. از این رقم 50% سهم شهرستان خویه. پیش بینی می‌کنیم با 10% افزایش نسبت به سال گذشته بیش از 12,000 تن عسل در شهرستان تولید شود. در بخش زنبورداری شهرستان خوی بیش از 1400 نفر مشغول به کار هستند. بیش از نیمی از عسل ایران در دامنه‌های زاگرس تولید می‌شود، از شمال غرب تا جنوب غرب. پرورش زنبور عسل و زنبورداری حرفه‌ای دیرینه در استان کردستان. میزان تولید عسلمون در سال گذشته حدود 1857 تن بوده. عسل کردستان از قلب این مناطق مرتفع و سرسبز به دست میاد و همین باعث شده این محصول جزء مرغوب ترین عسل‌ها در کشور محسوب بشه. استان کوهگیلویی و بویراحمد یکی از قطب‌های تولید عسل در کشور محسوب می شود. پیش بینی میشه که انشالله امسال بالغ بر 1450 تن عسل از زنبورستان‌های استان انشالله تولید بشه. کار برداشت عسل در کوهگیلویی و بویراحمد از نیمه دوم مرداد شروع میشه و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت. کوچ هزاران کلونی به سرزمین زنبورها در استان زنجان آغاز شد. حدود 27,500 کیلوگرم تولید عسل ما در سال گذشته داشتیم. زنبورداری سالهاست که به یک صنعت تبدیل شده است، صنعتی که عسل تنها یک بخش از آن است. برای موم و گرده و ژل رویال، اینا همشون از مشتقات زنبور عسل. برای پویا شدن این صنعت ما باید بیایم اول کلونیامون رو مدرن بکنیم. این هم یک کندوی مدرنه. بین این تا این 2 برابر تولید فرق میکنه. 8 کیلو میانگین اینه در عسلای طبیعی. توی کندوهای مدرنمون تا 20 کیلو هم ما عسل تولید کردیم. زهر زنبور عسل هم امروز با تکیه بر توانمندی‌های بومی یکی از عوامل تقویت صنعت زنبورداری است. 20 ثانیه الی نیم ساعت زمان نیاز داریم که زنبور در واقع زهر خودش رو خالی بکنه. شوک گله شده و ضعیف زیر 12 به زنبور ارسال میکنه. زهر زنبور نیش خودش رو وارد شیشه میکنه. این مقدار زهری هست که ما تونستیم در 25 دقیقه از یک کلونی یک کندو. زنبور چه با شهدش و چه با زهرش یک صنعت است، صنعتی که میتواند به بهترین و شیرین ترین صنعت ایرانی تبدیل شود. ما الان در تولید عسل در رتبه خوب جهانی هستیم، اما برای اینکه به جهش قابل توجهی در صنعت زنبورداری برسیم به همه فرآورده‌هاش نیاز داریم، از بر موم گرفته تا ژل رویال و گرده و حتی زهر زنبور عسل. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.